همه ما و شما اگر حاضر در این میدان، در تمام میدان ها اگر توب شویم، یک کاری نیکویی اکی ملا نعمت کرده نمیتوان. سبب من در شما بگویم، در وقتهایی که نافهمیگری، کشفهمیگری، کشامکش در بین ملت بود، این در همین درون کوه برای جامعه، برای خلق، برای حکومت خدمتی قدر رسانیده بدیاد. همینش کفایه های برای ما و شما. دیگه من همینه گفتنی هستم با شما که این کس بیرق برداری اسلام در اصل بود. در وقتهایی که این کس داملا، برادرمان داملا را برای تحصیل علم تربیت کردند، در اون وقتهایی که رهنگری پدر پیسری خود را الف نشان نمیداد، در همون روزهایی که رهنگری این آدم برادری خود را تربیت کرد، تعلیم علم کرد، فراتر کشور تاجیکستان مانا نهر از داملا استفاده برده ایشان. این خدمتایی که بود خدمتایی آخون ملا نعمت بود. همینه به شما گفتنی هستم برادران عزیز گرامی که اگر من تا بگهد توصیه نیکی‌های خدمت‌های اکی ملا نعمت در وسیع داملا کنم، این به اخیر نمیرسد. لیکن چند سال مقدم حضرت داملا من روبروی من هستی، هر دومان تنها بودیم، حضرت داملا را من گپ زده بودم. برادران